إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدید به اولین سلسله برنامه از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، از حیات بهترین بشریت، از حیات پیشوا و فخر فرزندان آدم در روز قیامت. درباره شفیع سخن میگوییم که روز قیامت دارای شفاعت بزرگ است. درباره محمد صلی الله علیه و سلم سخن میگوییم که این خود یک شرف بزرگ است. بهترین انسان آن است که وقتش را با سخنگویی درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذراند. آن پیامبری که محبوب ماست، حتی از پدر و مادرمان برای ما محبوب تر است. از پسران و دخترانمان برای ما محبوب تر است، بلکه از جانمان به ما محبوب تر است. از تولد او تا وفاتش سخن میگوییم. وفات او بزرگترین مصیبت برای امت بود صلی الله علیه و سلم. از دوره‌های بعثت و بعد بعثتش سخن میگوییم. سیر در حیات او پیش از هجرت و هنگام هجرت و بعد از هجرت میکنیم. درباره جهاد او با دشمنانش سخن میگوییم که چگونه شجاعترین مردم بود، همیشه در صف پیش می ایستاد. درباره خوشمعاملگی او با دشمنانش سخن میگوییم. از دوره‌های سختی و دشواری و فراخی و شادمانیش سخن میگوییم. درباره آن حبیب سخن میگوییم که اگر نمیشد امروز بشریت در گمراهی قرار میگرفت. او نوری است که خداوند او را برای بشریت فرستاده است. او رحمتی است که خداوند برای بشریت داده است تا حال مردم را عوض کند، تا مجرای تاریخ را دیگر سازد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مقصد ما تنها درباره او سخن گفتن نیست، بلکه برای پیروی کردن آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. برای چی او را ما پیروی میکنیم؟ زیرا اطاعت از او سبب وارد شدن به جنت میگردد و سرکشی از او سبب میشود تا وارد جهنم شویم. بلکه هر آن که محمد را اطاعت کرد مثل که خدا را اطاعت کرده است. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. درباره او با آن خاطر سخن میگوییم که او ما را دوست می‌داشت. پس چگونه ما او را دوست نداریم؟ یکی از صحابگان گریه میکرد. با او گفت چی چیز سبب گریه تو شده؟ گفت مرگ را به خاطر آوردم. گفت خیر چی؟ گفت وقتا که بمیرم تو را نمیبینم، با تو نمینشینم و با تو سخن گفته نمیتوانم. گفت هر شخص همنشینی کسی است که دوستش می‌دارد. اگر مرا دوست داری خداوند در روز قیامت و در جنت تو را همنشینی من می‌گرداند. درباره او سخن میگوییم تا به هر قدم او پیروی کنیم. درباره خود فرموده من شما را در راه راست گذاشتم که شب و آن چون روز است. این راه را تنها هلاک شدگان ترک میکنند. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما را همراهی کنید. زندگی او را با پررگی برایتان حکایت خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم. پیش از آن که درباره محمد صلی الله علیه و سلم سخن را آغاز کنیم، لازم است تا کمی از حیات و زندگی مردم جزیره عرب برایتان حکایت کنیم. از دینشان، از حیات اجتماعی آنها، از وضع سیاسی آنها چگونه در این جزیره زندگی می‌کردند.
اصل عرب از قحطان است. همگی از قصه پیامبران میدانیم که وقتا اسماعیل پسر ابراهیم خلیل در مکه زندگی میکرد، با زنی از قبیله جرهم ازدواج کرد. جرهم نام شخصی است که او پسر قحطان است. اصل عرب برمیگردد به قحطان و اسماعیل علیه السلام. عربها در زمان دراز در این جزیره بر دین یکتاپرستی زندگی میکردند. خدا را عبادت میکردند، خانه کعبه را طواف میکردند، به خاطر خدا حج میکردند. دینشان یکتاپرستی بود. همگی در دین خدا پایبند بودند. یک کار در آنها پیدا شد که سبب آن مرد با نام عمرو ابن نهین بود. این شخص از مکه به سوی شام سفر کرد و آنجا قومی را با نام اماریق واخورد. دید که آنها بتها را میپرستند. او در تعجب افتاد. گفت این چی کاری است که شما میکنید؟ گفتند اینها صنمهای ما هستند. گفت چی کار میکنید با آنها؟ گفتند ما آنها را عبادت میکنیم. گفت برای چی؟ گفتند از آنها کمک میخواهیم، ما را کمک میکنند. از آنها باران میخواهیم، به ما باران میدهند. گفت همینها شما را کمک میکنند و به شما باران میدهند؟ گفتند آره، ما سالیانی دراز است که چنین میکنیم. گفت یکی از آنها را به من بدهید. با او یک صنم دادند. عمرو ابن نهین از آنها صنم را گرفته از شام به مکه آورد. اهل مکه در تعجب افتادند. گفتند این چی کاری است که تو میکنی ای عمرو؟ این صنمی است، من او را از شام آوردم، او را عبادت میکنم و از او کمک میخواهم، کمکم میکند. از او باران میخواهم، بارانم میدهد. چی؟ صنمی به تو باران میدهد و کمکت میکند؟ گفت آره. اینجا عمرو اهل قریش را قانع کرد که تا این زمان در یکتاپرستی بودند. قبیله های دیگر نیز در گرد او جمع آمدند. برای آنها نیز صنمها ساخت که همه آنها به پرستش غیر خدا شروع کردند. حتی تلبیه‌ای که عربها هنگام طواف کعبه در وقت حج می گفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آن را نیز عوض کردند. شیطان بت پرستی را با سبب عمرو وارد مکه کرد و حتی که تلبیه را نیز عوض کرد. چنین می گفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. با یکتاپرستی شروع می کردند و با شرک انجام می دادند. خداوند درباره آنها می گوید وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آره، شرک میان عرب ها ریشه پیدا کرد. شرک میان آنها پهن شد. در یکتاپرستی بودند، لیکن بتها میان آنها پیدا شد. به سبب کی؟ به سبب مردی با نام عمرو ابن نهین. شرک را به جزیره عرب داخل کرد و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم او را میان آتش دید که عذاب داده می شود به سبب پهن کردن شرک در میان عرب ها و وارد کردن شرکش به جزیره عرب. بت پرستی در مکه، در جزیره عرب و گوشه و کنار آن پهن شد. آنجا مرد با نام ایسام و زن با نام نائله از قبیله جرهم بودند. آنها کاری زشت در صحن کعبه انجام دادند و خداوند آنها را به دو سنگ تبدیل داد و قریش آنها را معبود خود قرار دادند. آنها را عبادت میکردند با وجودی که آنها را خداوند عذاب داده بود. بتها در هر یک خانه عرب وجود داشت، حتی که آنها اگر به سفر می برآمدند اول بتها را عبادت می کردند و هنگام بازگشت نیز اول بتهای خود را زیارت می کردند. گرد آنها طواف می کردند، از آنها خواهش ها می کردند، می گفتند که این بتها هستند که ما را نزد خدا شفاعت می کنند. به جای خدا بتها را عبادت می کردند. حتی که بعضی از آنها از خرما برای خود بوته می ساخت و آن را با خود به سفر می برد. هرگاه که گرسنه می ماند خدای خود را می خورد. این بتها نه فایده می آرند و نه ضرری می رسانند. نمی شنوند و نمی بینند، لکن آنها را عبادت می کردند. اهل قریش مالها می آوردند و برای نزدیک شدن به این بتها در پیش یا بتها آنها را قربانی می کردند.
قربانی ها می کردند نه به خاطر خداوند ذوالجلال. از روی نادانی قربانی ها می کردند و می گفتند این به خاطر خداوند است. چون این فکر می کردند و اینش برای بتها و خدایان ما است. کفار عرب عبادت بتها را در جزیره عرب زیاد کردند. برای آنها خانه ها می ساختند و گرد آن طواف می کردند. نه تنها در کعبه، به مثل لات که این بت را بنی ثقیل عبادت می کردند. برای آن خانه ساخته و آن را به متاع پوشانیده بودند. به نزد آن بت قربانی ها می آوردند. برای زیارت آن بود از هر گوشه و کنار جزیره عرب می آمدند. لات در بنی ثقیل بود و منات را باشد قبیله اوس و خزرج در یثریب عبادت می کردند. و این چنین عزا در منطقه با نام نخله بود که خداوند درباره آنها حکایت کرده است. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. برای آنها نامها گذاشته بودند و به جای خداوند ذوالجلال آنها را عبادت می‌کردند. به همین طرز شرک بین عرب‌ها پهن شد و شیطان آنها را از راه راست بیرون ساخت. و مقصد شیطان نیز همین است که در روی زمین شرک را جاری سازد. قربانی برای غیر خدا، دعا کردن به غیر خدا، طواف کردن غیر خانه کعبه، عبادت کردن غیر خدا و سجده کردن به غیر خدا، این چیزهایی بود که میان اهل مکه و گرد و اطراف آن پهن شده بود. شیطان در خانه های آنها، در کوچه و بازارهای آنها گشت و گذار میکرد. کفار قریش باشد به هر چیز ایریم داشتند. هرگاه به جای سفر میکردند به پرواز پرنده نگاه میکردند که به کجا پرواز میکند، به طرف چپ یا به طرف راست. اگر به طرف راست پرواز میکرد به آن راه میرفتند و اگر به طرف چپ میرفت به آن راه نمیرفتند. به نامها و روزها حتی به هر چیز ایریم داشتند. بین آنها این چیز پهن شده بود. فالبین ها و جادوگرها، کاهنان و ستاره پرستان میان آنها زیاد شده بود، زیرا آنها در راه راست نبودند. حتی کار به جای رسید که اگر این عرب ها به وادی می رسیدند از جین ها و شیطان ها کمک می خواستند. و سرداری همان وادی، خواه از جین باشد خواه از شیطان، وقتا که در آمدنی می شدند می گفتند پناه می بریم به سرداری همین وادی از شر و بدی این وادی. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بتها را می پرستیدند، طاغوتها را می پرستیدند، شیطانها را می پرستیدند. به خاطر آنها قربانی می کردند، به غیر از خدا پناه می بردند، از غیر خدا کمک می خواستند، به غیر از خدا را دعا می کردند. تمام نشانه های از شرک در مکه و گرد و اطراف آن دیده می شد. این بود بعضی از حال و احوال آنها. عرب ها در یک حیات جاهلانه زندگی می کردند. زندگی بدبختانه ای داشتند. اما حیات دینیشان چگونه ای که ذکر کردیم بتها را می پرستیدند. همه این شرک و گمراهی را به ابراهیم خلیل و پسرش اسماعیل علیه السلام نسبت می دادند. در درون کعبه دو صورت می گذاشتند. با آنها سوگند یاد می کردند. مردم جزیره عرب در یک حیات بسر می بردند که حلال را حرام و حرام را حلال گردانیده بودند. از شیطان پیروی می کردند. حتی که اشتری که 10 تا تولد میکرد او را آزاد میگذاشتند و آن را برای خود حرام قرار میدادند. خداوند چنین میگوید: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. اینها نوعهای از شتران است.
گوشهای آنها را می بریدند و با آنها علامتها می گذاشتند تا آنها را کسی نخورد و کسی به آنها دست نزند. کی این را برای آنها حرام گردانیده بود؟ شیطانها. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. همین طور شیطانها چیزهایی را برای آنها حرام گردانیدند که خداوند حلال گردانیده بود و چیزهایی را که خداوند برای آنها حرام گردانیده بود حلال گردانیدند. اما یهودیان و نصرانی‌ها نیز آنقدر حالتی خوبی نداشتند. یهودیان تنها غمشان در جمع آوری مال و اسلحه و جنگ اندازی بین مردم بود. اما نصارا باشد راهبان آنها حلال را حرام و حرام را حلال گردانیده بودند و این بود عبادت آنها. حیات آنها چنین بود. بلکه قبیله هایی بودند که با کوچکترین سبب ها بین آنها جنگ ها صورت می گرفت. گاهی اشتر یک قبیله در زمین دیگری می چرید و این سبب می شد تا سالیان دراز میان آنها جنگ صورت بگیرد. گاهی از این سببی ناچیزتری هم می شد که سبب جنگ های سختی می شد که صدها نفر کشته می شد. عرب ها در چنین حالت قرار داشتند. پاکدامنی تنها در بعضی از اشرافزادگان بود. زنا باشد برای عامه مردم کاری عادی بود. میان آنها 4 نمود نکاح وجود داشت. یکم مثل نکاح امروزه‌ای که ما میکنیم. زن با اجازه کلانترش به شوهر میبراید. دوم باشد هرگاه زنی از حیض پاک میشد شوهرش میگفت پیش فلانی برو تا باردار شوی. تا وقتی باردار شدنش آنجا میماند و بعد پیش شوهرش میآمد. با اجازه و امر شوهرش این کار را میکرد. سوم باشد زن با 10 نفر هم خوابه میشد و اگر باردار میگشت از میان آنها کسی را که میخواست با او ازدواج میکرد و او را مجبور میساخت تا پدری آن کودک شود. نکاح چهارمی باشد نکاحی بدی بود که میان آنها پهن شده بود. زن روی در خود پارچه مخصوصی را میگذاشت. پس هر مردی که میخواست با او هم خوابه میشد. وقتی که چنین زن تولد میکرد چهره شناسان او را به گویا پدرش نسبت میدادند. اما قرآن آمده چنین گفت: قرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعضی ها با زن ازدواج میکردند و خواهر آن زن را نیز به زنی میگرفتند. گاه ها با زنهای پدرشان ازدواج میکردند و قرآن آمده این را رد کرده گفت: حرام است به شما این که بین 2 خواهر یک نکاح کنید و آن را که پدران شما نکاح کردند به آنها نکاح نکنید. عرب ها در این حالت زندگی میکردند. یک حیات وحشیانه. برای کمک برادرشان اگرچه مظلوم یا ظالم باشد به پا میخیستند. شعارشان این بود که کمک کن برادرت را اگرچه ظالم یا مظلوم باشد. اما اسلام آمد و ظالم را جدا کرد، این که با منع کردنش از ظلم او را کمک کن. اما در جاهلیت مهم نبود که او ظالم است یا مظلوم. از همه مهم آن بود که از قبیله تو باشد. اما زن بسیار خوار و ذلیل بود. قبیله ربیع با دیگر قبیله درگیر شدند. عادت عرب آن بود که هرگاه زنی در جنگ به دست آنها می افتاد با خود می آوردند و با او اختیار می گذاشتند که بایستد یا اینکه با نزد شوهر یا عائله‌اش بازگردد. وقتی دختری سردار قبیله در چنین حالت افتاد با او اختیار داده شد و او اختیار کرد که با کسی که او را آورده است بایستد. و این یک آر برای پدر و قوم او گشت. پدرش یعنی سردار قبیله قسم یاد کرد که اگر بعد از این دختردار شود او را میکشد و او زیاده از 10 دختر یافت که همه آنها را زنده به گور کرد و این یک عادت در میان آن قبیله گشت و سپس بین دیگر قبیله ها نیز پهن شد. این عادتی بد میان آنها پهن شد، زنده به گور کردن دختران. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حتی یکی از صحابگان قصه دوران جاهلیتش را میکند. میگوید: همسری من دخترچه تولد کرد و من او را نکشتم تا آن دم که کلانترک شد و او را از من خواستگاری کردند. ناگهان ناموس و رشکم بلند شد. به زنم گفتم او را آرا بده، لباسهای خوبش را بپوشان. گفت چرا؟ گفتم با او به زیارت خویشاوندانمان می رویم. زن از این شاد شد و آن کودک خردسال را آرا داد. زنم از من عهد گرفت تا به او ضرری نرسانم و من هم عهد کردم و ما به راه برآمدیم. من در راه چاهی را دیدم که چاه خشک گشته بود. او نیز با من به آن چاه نگاه کرد. احساسی بد او را فرا گرفت.
به من گفت ای پدر، تو را به خدا سوگند می دهم که عهد با مادرم بسته آن را نشکن. به امانت مادرم خیانت مکن. می گوید وقتا که چهره او را دیدم، گریه او را دیدم، به او رحمم آمد. اما وقتا به چاه دوم باره نگاه کردم، باز رشکم بالا رفت. بر روی او نگاه می کردم، رحمم می آمد. به چاه نگاه می کردم، رشک و حسد بر من زیاد می شد، تا اینکه رشک و حسد بر من غلبه کرد و من او را به درون چاه انداختم و آه و ناله او را می شنیدم تا اینکه او جان داد. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بل كانت العرب. عربها اگر دختری می داشتند در میان قوم خود را بد حس می کردند، شرم می داشتند. من الذل والهوان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. عربها در چنین حالت زندگی می کردند. این بود یک گوشه از حیات و زندگی آنها. عن حياتهم. زنها در مکه و گرد و اطراف آن چنین خوار و ذلیل بودند. نه تنها در جزیره عرب بلکه در دیگر تمدن‌ها نیز چنین حال داشتند. نه رومی‌ها به زن احترام می‌گذاشتند و نه فارس و نه دیگر. حال زن در میان آنها از حالت زنهای جزیره عرب آنقدر فرق نمی‌کرد. زن را اگر شوهرش وفات می‌کرد، فرزندان آن شوهر او را همچون میراث استفاده می‌بردند. در بازارها خرید و فروش می‌شد. جوان دختران خرید و فروش می‌شدند. زن در چنین بدبختی و خواری قرار داشت تا اینکه اسلام آمده او را احترام کرد. اگرچه آزاد بود یا برده بود فرقی نمی کرد. خمر و عرق نوشی میان قریشی ها چنان پهن شده بود که از آب دیده زیادتر آن را استفاده می کردند. بعد مست می شدند و هر کاری که می خواستند انجام می دادند. این بود حیات آنها و حال و احوال آنها، تا اینکه اسلام آمد و خمر را حرام گردانید. قریشی ها، عرب های این جزیره در یک حالتی بدی قرار داشتند. کارشان کشتار و دزدی و غارتگری و جنگ های بیهوده بود. چنین بود حیات و زندگیشان، حتی که خداوند به قریشی ها، به جزیره عرب، به عرب و عجم، به تمام کره زمین با نظر رحمت نگاه کرد. آیا اهل قریش و کسانی که در گرد و اطراف آن بودند اخلاق خوب نداشتند؟ آره داشتند. بعضی از اخلاق خوبی داشتند که از دیگران فرق می‌کردند. از این سبب است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: آمدم تا اخلاق نکو را پره گردانم. یکی از کارهای خوبی آنها این بود که آنها سخی بودند. عربها به سخاوتمندی خود مشهور بودند. میان آنها اشخاصی بود که اگر در زندگی خود یک تا اشتر داشت و آن اشتر و شیر آن اشتر سبب زندگی خود و عائله‌اش بود، اگر مهمان از دیگر جا به خانه او می آمد و اگر چی این مرد او را نمی شناخت، آن اشتر را که سبب زندگیش بود و تنها به آن تکیه می کرد برای مهمانش ذبح می کرد. به خاطر مهمان شده اشترش را قربان می کرد. عربها به این خصلت خود فرق می کردند. درباره این شعرهای زیاد نیز سرودند. از جمله آن سخیها حاتم طای و عبدالله ابن جدعان بود. هرگاه مردم از تمام گوشه و کنار جزیره عرب برای زیارت کعبه می آمدند، عبدالله ابن جدعان مالهای زیادی را می کشت و برای آنها طعام می پخت. از مال خودش این صدقه ها را می کرد. او با صفت سخی مشهور بود.
قریش باشد با گستردن دسترخوان مشهور بودند که در آن از هر گونه طعام ها بود. مسئول آن قصی ابن کلاب بود که از اهل مکه باج می گرفت و وقتی که موسم حج فرا می رسید برای مهمان هایی که از هر گوشه و کنار می آمدند دسترخوان می آراست و برای آنها چارپایان زیاد می کشت و طعام ها می پخت و مردم از آن مجانی استفاده می بردند. و این دسترخوان آرایی و آبدهی و طعامدهی را خداوند در قرآن نیز ذکر کرده است. اهل قریش با این چیز فخر می‌کردند. خداوند فرموده: اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. اهل جزیره عرب با وجود کفرشان دارای بعضی از اخلاق خوب بودند. از جمله آنها صادق بودن در عهد و پیمان. اگر یکی از آنها با کسی عهد می‌بست یا قبیله با قبیله دیگر یا هر کی شخصی را در حمایت خود قرار میداد با آن عهدش تا آخر میماند، حتی که اگر با بهای جان فرزندانش یا مال و ثروتش یا حتی که با بهای جانش انجام یابد، آنها در عهد و پیمان خود وفادار میماندند. این بود بعضی از آن اخلاقی که عربها از دیگران با آن فرق میکردند. اینچنین آنها عزت نفس داشتند، هیچگاه سر خم نمی کردند، خاری را نمی پذیرفتند. برای عزت نفس خود به هر کار تیار بودند، خونها می ریختند، جنگها می کردند. این بود بعضی از صفت آنها. در مکه مثل زمانهای پیش از زمانهای اسماعیل علیه السلام قبیله جرهم بر مکه حکومت می کرد. چندین سالها امور مکه در دست آنها بود و زمانی رسید که رشته امور را از دست قبیله جرهم بگیرند. آنها محارم ها را شکستند، به حرام دست زده بودند، بر مسکینان و فقیران ظلم میکردند. قبیله کنانه و خزاعه آمد، بین آنها و قبیله جرهم جنگی سخت صورت گرفت و این جنگ با شکست جرهم انجام یافت و از ریاست مکه دور انداخته شد و رشته حکومت را کنانه و خزاعه به دست گرفتند. خزاعة بلد الله مكة بلد الله الحرام.